خب تابستون شده و بچه‌ها از مدرسه هاشون تعطیل شدن و خانواده‌ها طبیعتاً دنبال میگردن که یه جوری اوقاتشون رو پر بکنن. من میخواستم یه پیشنهاد بدم به همه خانواده‌های عزیزی که این ویدیو رو تماشا میکنن. در کنار همه کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی که برای بچه‌هاتون میذارین، یه نگاه ویژه‌ای هم به این داشته باشین که فرصت کودکی کردن، رهایی، بازی و سرخوشی رو هم براش فراهم بکنین. چون همه اون کلاس‌ها همونجور که شما میدونین تکرار دارن. تو هر سنی بچه‌ها میتونن برن اون کلاس‌ها رو شرکت بکنن. اما کودکی تنها چیزیه که تکرار نداره و اونها از یه زمانی به بعد دیگه نمیتونن این تجربه بازی در طبیعت، شادی، رهایی بودن با بچه‌های دیگر رو تجربه بکنن. ما در مجموعه نوج، یعنی کانون بازی، طبیعت و مهارت نوج، این فرصت رو و این فضا رو برای بچه‌ها فراهم کردیم که بچه‌ها هم در فصل تابستون که تعطیلن از مدرسه و هم در تمام فصل‌های سال بتونن وارد این فضا بشن و در یک فضای طبیعی با تنوعی از قسمت‌های مختلف و بازی‌های مختلف بتونن کودکی با کیفیتی رو سپری بکنن. بنابراین پیشنهاد میکنم که تشریف بیارید، بازدید بکنید از فضا و این فرصت رو برای بچه‌هاتون فراهم کنید.